همین اول بهتون بگم اگر قصد دارین موهاتون رو لیزر بکنید سریعتر تا موهاتون سفید نشدن و هنوز رنگدونه دارن این کار رو انجام بدین. سلام، من آتوسا هستم. من یه تراپیست پوست در کشور هلند هستم. اگر میخواین راجع به لیزر موهای زائد بیشتر بدونید توی این ویدیو با من همراه بشین. لیزر یک کلمه مخففه. اگر بخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم، لیزر یه وسیله‌ایه که یه نور متمرکز شده رو تولید میکنه. لیزرهای مختلف به مواد مختلف یا به هدفهای مختلفی واکنش نشون میدن. لیزری که برای موهای زائد استفاده میشه به رنگدونه واکنش نشون میده. در واقع انرژی لیزر از طریق این رنگدونه ها جذب میشه و به داخل فولیکول مو میره و اون فولیکول مو به حدی داغ میشه و آسیب میبینه که دیگه نمیتونه مثل قبل مو تولید بکنه. پس خود فولیکول مو سر جاش میمونه ولی دیگه نمیتونه مثل قبل عملکرد داشته باشه. برای همین وقتی مو سفید باشه یا خیلی روشن باشه، رنگدونه خاصی هم اونجا نیستش که بتونه این انرژی لیزر رو جذب بکنه. البته یه روشی هست برای از بین بردن موهای سفید که بهش اپیلاسیون الکتریکی میگن. توی این روش یه سوزن رو که سرش تیز نیست رو از کنار مو توی فولیکول مو میفرستیم. این سوزن وقتی به ریشه رسید بسته به رنگ پوست از طریق الکتریسیته و یا گرما اونجا انرژی میدیم و اینجوری باعث میشیم که مو از ریشه جدا بشه. توی این حالت فولیکول مو یه آسیب جزئی میبینه. این روش خیلی از لیزر کم کارآمدتره و خیلی هم زمان برتره، یعنی جلسات خیلی بیشتری نیاز هست برای اینکه این موهای سفید رو بتونیم از بین ببریم. ولی خب این الان تنها روشیه که برای موهای سفید میشه ازش استفاده کرد. هدف نهایی چه با لیزر و چه با اپیلاسیون الکتریکی اینه که در نهایت موها رو نازکتر بکنیم و اینکه زمان بیشتری هم طول بکشه تا این موها دوباره در بیان. لیزری که به عنوان استاندارد طلایی برای پوست‌های روشن و موهای تیره استفاده میشه، لیزریه که طول موجش 755 نانومتره. به این طول موج الکساندریت هم میگن. ملانین یا همون رنگدونه توی این طول موج حد اکثر جذب انرژی رو داره و لیزری که به عنوان استاندارد طلایی برای پوست‌های تیره استفاده میشه، لیزریه که طول موجش 1064. به این طول موج اندیک هم میگن. این لیزر به دلیل داشتن طول موج بیشتر بدون اینکه انرژی زیادی به سطح پوست برسونه میتونه خودشو به فولیکول مو برسونه و به خاطر همین برای پوستای تیره تر مناسب تره، چون از خطر سوختگی سطحی جلوگیری میکنه. اسم این طول موجها رو از روی سنگ‌های معدنی قیمتی که توی این دستگاه‌ها استفاده شده نامگذاری کردن. خب تا اینجا یه سری اطلاعات پایه‌ای که نیاز داشتین راجع به لیزرها بدونین. حالا بریم سراغ بررسی یه سری نکات و جواب به یه سری سوال‌های تکراری رو بهتون میدم. آیا همه میتونن موهاشون رو لیزر کنن؟ از چه سنی میتونیم لیزر موهای زائد رو شروع بکنیم؟ آیا لیزر برای ما خطرناکه؟ اگر صورتمون رو لیزر کنیم غدد لنفاویمون آسیب نمیبینن؟ امکانش هست با لیزر سرطان پوست بگیریم؟ باید بگم که نه. تا الان هیچ گزارشی مبنی بر اینکه کسی غدد لنفاویش بعد از لیزر آسیب دیده یا سرطان پوست گرفته وجود نداره. این به خاطر اینه که لیزر خیلی متمرکز و دقیق کار میکنه و اینجوری نیستش که همینجوری وارد بدن بشه و به بدن آسیب برسونه. نه، همه نمیتونن موهاشون رو لیزر کنن. اگر حامله هستین، اگر دارویی استفاده میکنین که پوستتون رو نسبت به نور حساس میکنه مثل رواکوتان، اگر پوستتون آفتاب سوخته یا برنزه هست، اگر موهای سفید دارین، اگر در حال حاضر اپیلاسیون میکنید و مو توی ریشه ندارین و همینطور اگر توی ناحیه‌ای که میخواین لیزر بکنین تتو دارین، لیزر برای شما مناسب نیست. البته که همه اینا به جز موی سفید و تتو موقت هستن. موی سفیدو که گفتم چون رنگدونه نداره نور لیزر رو نمیتونه جذب بکنه و تتو هم برای اینه که امکانش زیاده که لیزر با تتوتون واکنش نشون بده و یه قسمت از تتوتون رو پاک بکنه. خب این که از چند سالگی شروع بکنیم بستگی به هورمونامون داره. اینجوری نیستش که اگر 12-13 سالمونه اجازه نداریم که لیزر بکنیم، هرچند که من اصلا توصیه نمیکنم. ولی دلیل اصلی اینه که توی این سن هورمونا هنوز به تعادل نرسیدن. میدونیم که روند رشد موها یه روند هورمونیه. باید بدونین چون توی این سن هنوز در حال رشد و بلوغ هستین، امکان برگشت موها خیلی بیشتره و باید هر چند ماه یه بار این جلسات درمانی رو تکرار بکنین. همینطور اختلالات هورمونی مثل PCOS باعث رشد مجدد موها میشن و مهمه که بدونید در این شرایط هم معمولا نیاز به تکرار بیشتر جلسات داریم. موها به طور کلی تحت تاثیر
تاثیر هورمون آندروژن رشد میکنن. درصد این هورمون در آقایون بیشتر از خانوماست. برای همینی که معمولا خانوم‌ها وقتی لیزر میکنن نتیجه بهتری میبینن. مهمه که بدونین بعد از جلسات درمانی لیزر هیچ وقت یه ناحیه 100% بدون مو نمیشه. ولی این درصد توی خانوم‌ها به 80 تا 90% میتونه برسه و توی آقایون به حدود 70%. خب بریم چند تا نکته بهتون بگم. مهمترین نکته‌ای که باید بدونید اینه که با یه بار لیزر کردن هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما حداقل نیاز داریم که 6-7 بار به طور مرتب موهامون رو لیزر بکنیم تا بتونیم به یه نتیجه‌ای برسیم. این تعداد دفعات توی صورت هر 4 هفته یک باره و توی بدن هر 6 هفته یک بار. و این 4 هفته برای صورت و 6 هفته برای بدن چرخه رشد موه. بعد از 6-7 بار که لیزر رو انجام دادیم میتونیم هر دفعه برای دفعات بعدی مدت زمان طولانی تری رو بین جلسات بذاریم و همینجوری کم کم این جلسات رو طولانی تر کنیم تا به سالی 1 یا 2 بار برسونیمشون. خب بریم سراغ نکته بعدی. دستگاه هایی هستن که چون ارزون تر هستن توی سالن های زیبایی و آرایشگاه ها ازشون استفاده میشه. معمولا هم تبلیغات اینجور جاها اینه که جلسه ها ارزون و بدون دردن. باید بهتون بگم که متاسفانه جلسات لیزر بدون درد نیستن و وقتی یکی بهتون قول میده که بدون درد شما رو لیزر میکنه، منم بهتون قول میدم که اتفاق خاصی توی موهاتون نمیافته. مگه میشه یه اتفاقی توی بدن توی پوست بیفته و هیچی حس نکنی؟ به شخص کسی رو میشناسم که 3 ساله داره میره لیزر و هیچ نتیجه‌ای نگرفته. خب شما در نهایت بعد از 3 سال خیلی بیشتر دارین هزینه میکنین تا اینکه از همون اول پیش یه جای معتبر برین، پول درست رو پرداخت بکنید و نتیجه درست هم بگیرید. یه نکته آخر که خیلی مهمه بدونید اینه که بعضی وقتا بعد از جلسات لیزر به جای کم شدن مو میبینیم که اتفاقا موها دارن بیشتر هم میشن. دقیقا مشخص نیست که چه افرادی به این مسئله حساس ترن، ولی به طور تجربی دیدم که ما ایرانیا یا مثلا ترکا که یکم پوست تیره تری داریم معمولا به این موضوع حساس تریم. اتفاقی که میفته اینه که موها موقع لیزر به اندازه کافی داغ نمیشن و به جای اینکه از بین برن بیشتر تقویت میشن. میفهمم که اگر این اتفاق براتون پیش اومده باشه میترسین که برین و دوباره موهاتون رو لیزر بکنید، ولی باید بهتون بگم که شما میتونید دوباره از طریق لیزر همه موها رو برطرف بکنید. با 3-4 جلسه لیزر اصولی این مشکلتون برطرف میشه. کاری که باید بکنید اینه که از قبل پوست رو خوب خنک بکنید و درجه لیزر رو به اندازه کافی زیاد بکنید. خب اینم یه عالمه اطلاعات مفید برای شما که بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. اگر سوالی دارید در مورد لیزر خوشحال میشم که بهشون جواب بدم. تا ویدیوی بعدی یادتون باشه که با پوستتون مهربون باشید و کمکش کنید تا بتونه ازتون محافظت کنه. خداحافظ. هدف نهایی چه با لیزر و چه با الکتریسیبل اینطوری نیستش که اگر 12-13 سالمون باشه اجازه اجازه هیچی نداریم. باید بهتون بگم که وقتی یه چیزی درد نداشته باشه no pain no gain. میفهمم که اگر این مشکل براتون پیش